اینا رو نخورده. خب شما بخور مامانوش جونم. قربون بابای نازنینم بشم. قربونت برم خدا نکنه. میدونی چرا اینا رو نخورده؟ چرا مامان؟ الان دلیلش رو بهت ثابت میکنم. جانم مامان. دیشب خودت حرفش رو دیدی که گفت دختر نازنینم فرداشو گوش نشد بخوره شیر بشه بعدش بره بازی کنه. قربونت برم. آره مامان خب شما خواست بخورا ولی گفت دخترم فردا صبح کنه صبح بخوره. حالا قربونت برم. حالا بخور. بابام آخه مظلومه فداکاره. خب دوستت داره مامان جونم. سایست بالا سرم باشه. از شبی اومد دستاشو بوش میکنم. آره اینقدر که میمونه. خب تو رو دوست داره دیگه. خب حتما منو دوست داره. حالا یه دونه خودش میخواد چی میشد؟ خب دیگه نخواست دیگه دلش نیومد دیگه. دلش نیومد. همه بس برای باباشون که بابای شما هم اینطوریه قربونت که برم میمونه. عزیزم.